در جامعه فعلی ما که مسلمان هستیم الحمدلله، اگر من بگم که کلمه طیبه را قبول نمیکنم، اکثریت دست و پاچه میشه و عکس العمل نشان میدهد. شما چی عکس العمل نشان میدهید؟ از طفولیت به ما گفته شده است که اول باید کلمه طیبه را یاد بگیریم، اما من به این جمله که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این را کامل قبول دارم، چون پیامبر را بنده خدا معرفی کرده است. اما از این که گفته شود لا اله الا الله محمد رسول الله، اگر من این ترکیب را قبول نداشته باشم، لطفا به من برچسب کافر نزنید. من مسلمان هستم، من به توحید ایمان دارم. خداوند در قرآن کریم فقط گفته است که لا اله الا الله و در جای دیگری به طور جداگانه گفته است که محمد رسول الله. پس چرا این دو جمله را که خداوند جدا ذکر کرده است انسان ها آمدند و ترکیب کردند و یک جای نوشتند؟ چه کسی این حق را برای خودش قائل شده است تا کلمه‌ای بسازد که در قرآن به این شکل نیامده است؟ به نظر من وقتی نام پیامبر را در ادامه یک جمله توحیدی میآورند، این باعث می شود که نوع شرک به خدا قائل شود. من این کار را شرک میدانم و کسی که جمله لا اله الا الله محمد رسول الله را نگوید و در عوض بگوید که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اما توحید و رسالت پیامبر را قبول داشته باشد، کافر نیست، چون اصل ایمان به قلب و باور برمیگردد، نه به جمله ترکیبی.